بله سلام علیکم. شما خود معرفی میکنیم برادر؟ بله برادر خان نصیب الله است. ولده؟ محمد عظیم. محمد عظیم خان. عروسی خود کردی ان شاء الله؟ یعنی خانم. چند تا اولاد داری؟ 7 تا یک اولاد دارم. خب. چند تاش بچه است چند تاش دختر است؟ 2 تا یکش بچه 2 تا خود دیگه 5 تاش دختر است. اولاد کلان چند سال است؟ 13 است. 13. خانه کرایی است یا شخصی؟ کرایی است. کرایی است. چی کار میکنی خودت؟ صفاکار هستم. در شهر کاریا بودم حالی نیستم دیگه. چرا نیستی؟ مریض شدم. تکلیف پیدا شد مریضم تو گفتن که با وسیله از رفتم معاینات کردم سرطان بود. یک سمپل گرفتن خارج روی کردن سرطان بود. خب بازده شفاخانه نگفتن بیا که عملیاتت کنیم؟ نه گفتن اینجا تداویش نمیشه خارج از کشور باید است. خارج یعنی باید عملیات شوی؟ بله. غیر از خودت اگر یعنی اینجا نانآور اینجا کس هست برای اولادت؟ نه خودم هست. دیگه کسی نداره. کس کمک کرده تو حالی؟ نه خیر نه. چی خواست داری چی توقع داری از خواهرها و برادرای مقیم آمریکا که به تو چی کنن؟ من از مردم افغانستان و از خارج از کشور ما تقاضا دارم که کمک کنن که ما خوب شم دعایشان کنیم که همین 4 تا طفل خرد تیزیم و سرنوشتشان جور باشه. اگر من در سر از یا نباشم کی به یا کمک کنه؟ سیاست خود نمیتونم کنم. کسی دیگه نیست از برادرت؟ نه خیر نه برادران که تو من نیستم من تنها هستی. چی فهمیدی که این تکلیف برای تو چی آزاد؟ من درد میکرد جانم درد میکرد خنک زیاد میخوردم. بله. باز من رفتم شفاخانه که شاه رفتم یا که سعی کردن گفتن به واسیل نه سرطانه. بله. باز یا از این نمونه گرفتن. میکی شاه که شفاخانه ایندیاست نه؟ دکتر عبدالله یک چند تا دکتر ایندیست. باز یا یک سمپل گرفتن از این. خب. اندوسکوپیت کردن سمپل گرفتن اینجا اسنادش. درست است. باز از این روان کردن خارج که پس آمد گفتن سرطان است. خب. سرطان است سرطان خبیثه. بله. که اون بیخی دیگه حالا مرا بسیار وضعیت ما خراب. آنقدر خراب کرده که سابق پشت سر درد میکرد حالا پیش روی هم قید کرده بیخی عمل از خودت منتظر ماندیم ما رفتم دکتر پایپ مانده بود. بله. پایپ بند کرده بودیم پیش روی. خوارک چیش میشی؟ سلام ما خانمش هستم. خب. 7 اولادم است. 5 دختر 2 بچه. بله. دختر کلانیم 13 ساله است. بچه کلانم که اولنگیش است 3 ساله. بله. نانآور خانه غیر شوهرم دیگه کسی رو نداره. خدا مهربان. غیر دربار خدا. خدا مهربان. خدا مهربان. خدا مهربان است. من خواست خدا باشه که از اینجا برکت کنم. این ویدیو را ایمیل میکنم و خیر به توکل خدا که خواهر و برادر ما کجا هستن مهربان هستن همیشه و قصه شما و مریضی شما را بر از اونا که حتما نشان بده. خدا کریم رحیم است. گریه نکو خوارک. خدا مهربان. خدا ثواب ساز. حاجی صاحب سلام علیکم. سلام. خوب هست ان شاء الله؟ شکر فضل خدا. چیت میشه اسیب جان؟ بچه میشه ایش نمیشه. آرزوت است. چی خواست داری؟ چی کده برای بچه تو چی کده میتونیم ما؟ بچه‌ام دیگه از اینکه ناتوان هستیم از مردم افغانستان و از خارج یک توقع کمک کار داریم. بله. توان ما نیز ری سفید هستیم موی سفید هستیم. ما پاکار هستیم. بچه ما پاکار بود. خب. یعنی این مرض در جان ازی پیدا شه از مردم توقع تمنا داریم که یک همکاری که تزی بکنن که این سرپرست همی فامیلی شود. بله. همی اولادکای از یک چیزی شوند آینده اولادای ازی خوب شود. جوانی خودش که خودش جوان است. جوانی خودش هم جوان است 33 ساله است. جوان است. اسیب جان باز اونا نگفتن شفاخانه کیشا که اگر تو را بخیر او طرف این بوری چقدر مصرف خواهد شد چقدر پول باشه که مشکل تو حل شود؟ دکتر صاحب عبدالله میگن امو گفت که یک 20,000 30,000 دیگه تخمینا به من نمیگن. من نمیفهم. 20,000 چی؟ دلار. من نرفتیم خارج از کشور نکنم چیز دارم که اینمی هزینه‌ات میشه تکت اندت میشه و پاسپورتت میشه ویزیت میشه و
اوجا جای مصرفت میشه، عملیات بسیار، به عملیات بسیار هندوستان پیسه کلان میگیره. بله. از شما پیسه میگیره، از جایی که تو میشینی میخیزی و از اتاقا پیسه میگیره. بله. اینیا رو کلش به من همین تو گفتن حدودش 20,000. ما دیگه نرفتیم، نه خبر دارم، نه معلومات دقیق از اون چیزی ندارم. آسیف جان قند، اولی که از طرف یک برادرت که یه بشنو تشویش نکن. چاره ساز همه کارا خداست. ما شما خداوند کریم بالای سر ماست، از صد پدر مادر کده بر آدم شیرین تر است. من تمام میفهم خودتان مایوس هستی، همشیریم قبلگاه صاحبم، خدا کریم و رحیم است. دیگه اگه چیز گفتنی داشته باشی کم نده خدمت. همین گفتنی را دارم که از مردم چی در خارج از کشور است، چی در افغانستان است، اینمی یک کمکی را بکنن، مثل که حج برن. بله. با ما که من در سر اولادم باشم، انشاءالله سرپرستی اولادم بتانم کردن که اینمی کمکشان کار دارم، یک دعا برش میکنیم دیگه چیزی از دست ما فعلا. اینمی همه چیز شما ما هم یه آرزو دارم از مردم، میخوایم پیسه کمک کنن به ما، توان مالی نداریم، هر چیز زودتری تداوی شود. روز در روز دو ماه شد نشو مخو دارم، نه روز طفل خوردم دارم، شو تا صبح نمیتو 2 ماه شد ششتگیست. برچی که من طفل خوردم دارم، درد داره دیگه. درد بسیار شدید درد داره. اونو پیچکاریش نشانت میتون مالات چه که بسیار دیگه درد میکشه. میشه و روز یک دقام خو نداره. اونم اگه گرمش کنی آرام است، که نکنی یک چی قصد. خدا میربانه، خدا میربانه. چیز نگفتنی نداره. توکلتان به خدا.